میگن هر کسی یه حیوان درون داره. بعضیا شیرن، مثلا خیلی خفن و شجاعن. بعضیا سگن، خیلی مهربون و وفادارن. اما بعضیا به جای حیوان درون حشره درون دارن. اونا مثل انگل میچسبن به بقیه و از گوه بقیه برای بقا استفاده میکنن. سایکو فاکس اینجاست، روای روانی. اولین چیزی که در مورد رسول لیواکس مطرحه اینه که این آدم چرا اینقدر کثیفه. ویدیوهاشو که نگاه میکنی قشنگ معلومه 1 ماه حموم نرفته. حالا اینا که به کنار، این چه لباسایی باش میاد جلوی دوربین؟ توی اکثر ویدیوهاش یه رکابی تخمی پوشیده، زیر بغلشو کرده تو حلقمون. امیدوارم حالتون به هم نخورده باشه. حاجی رسول روی ویدیوهامون استرایک نزنه بگه یه نفر از عکس زیر بغلم استفاده کرده، برین ویدیوشو حذف کنید. اینقدر آدم احمقیه، من اسم میکنم الان این کارو میکنه. میره به یوتیوب میگه یکی عکس زیر بغل من استفاده کرده، برو ویدیوشو حذف کن. حداقل وقتی میخوای ویدیو رکورد کنی حداقل یکم به دکور پشتت برس که اینقدر مسخرت نکنم بهت بگن تو طویله داری زندگی میکنی. حتی رفیق خودت هم توی ویدیویی که با خودت داره میگیره مسخرت میکنه. من نیاز داری یکی به داد خودت بره. چه ویدیو بدی ازت انتخاب کرد. داداش داری تو طویله زندگی میکنی. من چقدر بهت میگم 20 پول بگیر 4 تا چیز بندازی تو، اینم بهت نگم تو طویله زندگی میکنی. یه 2 تا نور بده یوتیوبرا ندیدی نئون میندازن و تو یه نئون رسول لیواکس بزن اون پشت، دیگه شکل طویله نمیشه. یکم تمیز و مرتب باش، یه ذره فقط. درسته که تو خونه خودت باید راحت باشی، ولی تو وقتی میای ویدیو میذاری توی فضای مجازی، هزاران نفر قرار اون ویدیو رو ببینن و درست نیست که بیای با شورت و رکابی ویدیو بگیری. میخوای ویدیو بگیری خودتو تمیز کن، برو همون به خودت برس، بعد بیا جلو دوربین. آدم اصلا ریخت تو، تیپ تو، قیافت تو که میبینه یاد رد ان روی سنت والد میفته، لکه ان رو سنت والد. عجیبه که با 23 سال سن، منی که 18 سالمه بعد بیام اینا رو بهت یاد بدم. بعد حالا مثلا زمانی که بچه تر بودی، اون زمانی که تو تیک تاک فعالیت میکردی، واجی فکر کن تو تیک تاک فعالیت کنی، یکم تمیزتر بودی، درسته ابنیتور میزدی، عکساشم میارم اینجا. بعد اصلا یه اداهای یه جوری با ناز و عشوه صحبت میکنه، یه رفتارایی داره که من اسم میکنم این وقتی مدرسه میرفته پسرای دیگه ترتیبشو میدادن. مورد بعدی که در مورد این آدم مطرحه اینه که بچه های زیر 10 سالو میاد بولی میکنه. شما فرض کنید یه بچه 8 ساله پدر مادرش تازه براش موبایل گرفتن، کلی ذوق و شوق داره، میاد یه ویدیو میگیره میذاره مثلا توی اینستاگرام، یه ویدیوی خیلی کرینچ و مسخره و خز. خب اون بچه است دیگه، واقعا نمیتونه درک کنه که چه ویدیویی ممکنه مسخره بشه توی فضای مجازی. اوجی یه لحظه پشمام ریخت، فکر کردم میکروفون خاموشه. و پدر مادرش بعد چند روز اون ویدیو رو میبینن، میگن این چیه گذاشتی، برو حذفش کن. ولی نمیدونن که کار از کار گذشته و آقا رسول اومده با اون ویدیو برای پیجش کلیپ درست کرده و این ویدیو رو هزاران نفر دیدن و این پدر مادر نه تریبونی دارن، نه جایی میتونن برن بگن، نه حوصله شکایت دارن که بگن آقا ویدیوی بچه ما رو حذف کن. ببینید چقدر این کار دور از انسانیته. یه ذره فکر کنید قبل اینکه مثلا محتواهایی رو نگاه کنید که برای ویو گرفتن دست به هر کاری زدن. فکر کن با 23 سال سن برای اینکه ویو بگیری از یه بچه 8 ساله استفاده کنی. متاسفانه خیلی از ویورها به این چیزا فکر نمی‌کنن و فقط به فکر اینن که یه نفر براشون مسخره بازی در بیاره، اونا هم بخندن به هر قیمتی. یا مثلا یه بچه‌ای بود که رپ می‌کرد، فکر کنم 8-9 سالش بود، فکر کنم این باید باشه. رسول لیواکس اومده ویدیو ساخته اینو بولی کرده. من واقعا درک نمی‌کنم. انتظار داری که این بچه خوب رپ کنه؟ فکر کن برای ویو از ان بچه 8 ساله کره بگیری. خدا شاهد کار زشتی نیست؟ حداقل از 12 ساله ها شروع کن. نه دیگه از 8 ساله ها. یعنی این آدم فقط به فکر مسخره بازی و جیب خودشه. مورد بعدی دیس کردن کساییه که دوربین مخفی و پرنک فیک میسازن. از شما من اسم میکنم رسول وقتی میاد راجع به کسایی که پرنک فیک میسازن ویدیو میسازه، حس میکنه که خیلی چیز خفنی رو کشف کرده. یعنی هیچکی نمیدونسته این پرنک فیکه، فقط اون میدونسته. ببین ما هممون میدونیم که اکثر ویدیوهای توی این اینستاگرام فیکه. چرا فکر میکنی تو بعد بیای بهمون بگی؟ خیلی ها اصلا چیزای فیک دوست دارن.
خیلیا چیزای سطح پایین رو دوست دارن. تو چی کاره ای؟ تو کره بگیر ان مردمی؟ تو چی این وسط؟ نقش تو این وسط چیه؟ اگه دوست نداشتن ویو نمیخورد. اصلا خیلیا سطح درکشون در حد همون چیزای سطح پایینه. خیلیا ترجیح میدن به جای سریال گیم آف ترونز و بریکینگ بد سریالای ایرانی رو نگاه کنن. میفهمی اینو؟ تو این وسط گوز چه کونی هستی؟ چی کاره این وسط؟ یا مثلا بعضی محتواها هست بچگونه است. مثلا یه پیجی از پدر و پسر خداوردی، منم باشون حال نمی کنم. دلیل میشه بیام مسخرهشون کنم؟ خب اون محتوا برای من نیست، برای بچهای 7-8 ساله است. میفهمی اینو؟ اسم میکنم اینقدر مغز درگیر مسخره بازی و دلقک بازی و ادا اطفال شده که حرفای منو اصلا درک نمی‌کنی. بعضی از چیزا برای بچه‌های 7-8 ساله یا حتی 5 ساله ساخته شده که ببینن، بخندن و لذت ببرن و سطح درکشون در همون حد باشه. مثل اینه که تو بری برنامه عمو پورنگو دیس کنی. دقیقاً مثل همین میمونه. برنامه عمو پورنگ برای بچهای زیر 10-12 ساله. محتواهای خیلی از چیزا هم توی این اینستاگرام برای هموناست. من حس میکنم مغز رسول رو وا کنیم یه تاپاله ان توش باشه. وقتی میخواد بیاد ویدیو رکورد کنه پشتش هیچ زمینه فکری نداره، فقط میاد رکورد میکنه. اما چرا ویدیوهای رسول بازدید زیادی میگیره؟ رسول لیواکس از یه تکنیک خیلی کثیف استفاده میکنه. ببین هر کانتنت کریتوری، چه سطح بالا چه سطح پایین، کلی تلاش میکنن 50 تا ویدیو میذارن که بالاخره یکیشون وایرال بشه. اما رسول لیواکس این کارو نمیکنه. رسول لیواکس میره توی اکسپلور اینستاش و هر ویدیویی که میلیونی بازدید خورده و وایرال شده رو ور میداره و با اون کلیپ میسازه. گرفتی چی شد؟ رسول لیواکس اگه محتوای بامزه و خنده‌داری اضاف کنه به اون ویدیوی طرف ممکنه بیشتر از ویدیوی اصلیش بازدید بخوره. منظورم اون ویدیویی که همون فرد توی پیجش گذاشته و رسول لیواکس اونو ورداشته باش کلیپ ساخته. ولی اگه چیز خنده‌دار و فانی به ویدیوی طرف اضاف نکنه چی؟ بازم بازدید میخوره؟ بله. اون ویدیویی که رسول لیواکس ورداشته کلن پتانسیل اینو داشته که بازدید زیادی بگیره، پس بازدید خودشو میگیره حتی اگه اکتایی که رسول لیواکس توی اون ویدیو انجام میده خیلی بیمزه باشه. و این دقیقاً اصل قضیه کره‌گیری از انوگوی بقیه است. خدا شاهده رسول، اگه داری این ویدیو رو میبینی به فکر جواب دادن نباش، به فکر این باش که سطح محتوای خودتو بهتر کنی. منظورم از سطح این نیست که ویوها تو بیشتر کنی، منظورم اینه که یکم توی تولید ویدیو سعی کنی انسانیت داشته باشی، کمتر به فکر مسخره بازی و دلقک بازی و بولی کردن باشی. تا الان با این محتوا اومدی جلو، اوکی، اشکال نداره، از این به بعد تو درست کن. چون که دیگه چقدر میخوای فوش بخوری؟ یه نگاه به کامنت های پیجت بکن، تقریبا زیر همه ویدیوهات فوشه. فوش معمولی هم نه، فوش مادر. بهت فوش مادر میدن و من وقتی این کامنت ها رو میبینم واقعا ناراحت میشم که چرا باید فوش مادر بخوره یکی از کانتنت کریتورایی که توی کشورمون هست. این واقعا غم انگیزه. خجالت نمیکشی؟ به نظر من بهترین راه برای این که نجات پیدا کنی از این وضعیت و یکم از زیر این فوشا بیای بیرون، سبک تو عوض کن. چرا هنوز داری به این سبک تخمیت ادامه میدی؟ بچه‌ها، من از یکی از رفیقام خواستم که نظرشو در مورد رسول لیواکس بگه که نظری یه آدم رندوم و راجع به رسول لیواکس بدونیم به غیر از من. این رسولا نظر من خیلی آدم مزخرفیه. همین رسول لیواکسه داشت از دوره بقیه میاد بالا و کلا حاشیه‌های الکی و یه آدم سودجو به درد نخور. محتوا هم که اصلا نه راجی. من نمیدونم کیا میشینن اینو نگاه میکنن، عشق میکنن باشه، اصلا من درک نمیکنم. ولی خب حال نمیکنم. خلاصه یه آدم بی لولیه که داره از بقیه میکشه خودشو بالا. اصلا یارو فیسی نداره، هیچی، اصلا حالا من صداش هم نمیکنه. مسئول بیش نیست داشت. یه آدم بی لول. حالا من با این زیاد موافق نیستم که به ظاهر افراد بخوایم گیر بدیم و بگیم مثلا فیس کسی تخمیه، صدای کسی بده. من به این زیاد اعتقاد ندارم. مسائل سکسی و مسائل مسخره و خنده‌دار رو دنبال نفرمایید. والا که وقتتون سر بیچ و کوچ داره میره و شما 10 سال دیگه شما موندی و خودتو یک وجودی که از انسانیت سالها عقبه، ثانیه به ثانیه رو باید استفاده کرد. وجودی که از انسانیت سالها عقبه، ثانیه به ثانیه رو باید استفاده کرد. من همین